زیاد دیگه این موتاری سیاره قراره تست کنیم. یک سلام گرم تقدیم منم برای کسایی که مرا بیننده است. انشالله که جور و صحتمند باشین. از هر گوشه دنیا که مرا بیننده این دوستای نازنین خوش آمدید در یک ویدیو جدید از ما. امروز نه ولاگ از ما یا ویدیو از ما از دشت برچی شروع میشه دیگه و ما آمادگی گرفتیم حرکت منیم سن طرف جاغوری جان دیگه. طول مدت را ما برایشیم تصویر میگیرم، شما بیننده باشین. سعی کن ممکن داره شما خاطرات داشته باشین از این راه دیگه. یالم تقریبا ساعت 9 چند دقیقه میشه متبال حرکت نگده دیگه. میده حرکت منیم سن طرف جاغوری و شما امراه از ما باشین. شما هم در بخش کامنت نمیشته کن که امی کالای از ما چی رقمه، دمی جان از ما مایه نمایه، کالای وطنی را استفاده کنم یا که امی دریشی اروپایی را دیگه. امراه از ما باشین. یالم دیگه ما دشتی برچی دیگه مریم سن طرف جاغوری دیگه. بیا که بریم جاغوری جان. در کجا موری؟ در جاغوری جان. چرا منتظرین دیگه؟ کامان باید که بریم جاغوری. جا باید ما بریم تو پاپا دم. کی خریده بری تو؟ خالای؟ من در کجا رایی؟ اشادی. در جاغوری؟ جاغوری موری؟ تو جاغوری رو خوش داره؟ اینا خود سیه دیگه تکان نخور دیگه. نه اینه آفرین. اینا سلام بکی تل کن. دست از خوبات میدم جو نشین ما بریم تو پاپا ما پاپا اینا کیه بگی بیا که تو را پاپت بدیم. بیا ما تو پاپا بیدیم. آفرین. امی دمنی بای خود سخیل آورده؟ بودی آورده؟ خو عینک کی خرده؟ ما خریدم. تو پیسه داشته؟ خو پیسه از کجا دادی؟ از خانه. از خانه دوزیک دادی؟ خو چند دانه پاپت خریده امروز؟ 8 دانه؟ ایه کی قدر نیه؟ نه. خو ما رم میدی یا نمیدی؟ میدو. دان را میدی؟ یا سوبا میدی؟ دان را بخوری؟ خو از خالای تشکری کردی؟ بگی تانکیو. ایه خوب تل خرده. تو منجه ساچه بر بخواه بر مردی بر سلام بگین مردیشیم سلام بگین. خو اره تو منجه ساچه که این باید ساچه سلام بگین. بره اینه خود داشتیم کنونجه سلام کنه. آفرین. در دکان رفته دی؟ خو پاپت خریدی؟ خو عینک چی میده؟ در جاغوری ریه؟ خو عزیزای دل دیگه ما رئیس دیگه بخیره سن طرف جاغوری. لاله هم کسته امروز کسته خلفی از ما دیگه. مبره بسیار خوشخلاق آدم خوشخلاق معلوم میشه دیگه. امزو منطقه از مایه. لاله جان نام تو چیه؟ نام من سید اسدالله. سید اسد. در نام سید اسد دیگه. شما اگر تاکسی خواسته باشین از کابل جاغوری، از جاغوری کابل همیشه کسته میدان هوایی هر کجا که بگین این بخی شما در اروپا مبره بامیان برین در جایی که برین دیگه کل افغانستان مبره خوشخلاق آدمه بسیار یک آدم شریفه. موزی دور پرسان کده امزو خاطر کسته مولانا جان خیلی انتخاب کده و امروز کسته مسیر را امرای لالا جان خطه منه دیگه. سید اسد امرای از ما دیگه. شما امرای از ما باشین. سعی کن که اخلاق چی شرقمه یا کش خوب معلوم میشه. علاقه پلوکوشک دیگه آدم دا بجشته دا صندقه شلو زیاده دیگه.
پاپچینی کردیم جینسین خورده طبقه هم مایده مایده بود. مایده بود. هم خوبه وای نه؟ خوبه وای. آره. در تای سایه هم استا چی ده؟ منطقه پولسوخت. منطقه پولسوخت. جینسینگ هم در دیست. دیگه از زندگی چی میخوایی؟ والله. والله. دیگه هوا می زمان خوبه وای. بگمان غیدی تو چی ده؟ وقت تو ده. خوب. وقت تو ده. عجب خوبه. بگمان مرکت کنیم نه؟ خلفه دیگه مانده. بریم دیگه همراه از ما باشین تا آخر ویدیو را سعی کنیم که در کجا ما استوب کنیم دیگه اشتر. دوستای نازنین دیگه رسیدیم بخیر الله را غزنی. یعنی همو بازارک شه پیش روزه. پیشی روزه میگه دیگه شما که اینجی بودین میشناسین بلدین دیگه غزنی رسیدیم. نقل زیاد بود نفهمیدی شاید با 15 دقیقه ما چند دقیقه بود دیگه. یعنی هم غزنی یک شهری خوب ترتمیز معلوم میشه. خوبه. دوستای نازنین دیگه غزنی رسیدیم و در هتلیم. ما و افسانه جان دیگه من داشته میخوای چای بخوری چای با بوره دیگه. یال فعلا غزنی باز بخیر موریس طرف جاوری. عزیزای دل چطورین؟ قد یک توفرانی باش که منی زیره خوب بگیرم بدشم. چطوری قدم زی کمر باریک دیگه با کلو کمی ویدیو سایت خوب دا یاد خاطراتی گذشته مفته دیگه. این مدال کمر باریک برای کسای خوب نسوار میشه. هر کس که نسوار در نروژ میشه خبر بیده برای از ما که یک دنم زی مدال بیرون برشی. آقای فیاضی و باقی دوستا که نه دیست هاست درو نکن. سلام غزنی و خداحافظ غزنی. این دروازه غزنیه؟ دروازه بلخ رسه نو ساعتا حساب جور زیده. یارمغان ساعتایه. ساعتای جور دروازه بلخ. دروازه بلخ نزدیک میشه دیگه. تا ایر جور گده. این ساعتا جور گده. نزدون جمهوری. رفتی از غزنی دیگه و امروز خیلی متاسفانه خرچنگ خوب بوده. من هم کار روزه میرخم یا امروز خرچنگ خیلی زیاده. دوستای نازنین دیگه وقتی اگر در راه احتیاط نکنین یعنی رقم اتفاق میتونه که برای هر کس گفته. ریگه چی؟ دوستای نازنین در راه این همیشه احتیاط کن. احتیاط شرده دیگه. ایت اتفاقا خداوند در دیستی در هیچ کس نفته. یعنی بنده خدا کس در این خم اتفاق افتاده در راه این همیشه احتیاط کس در خیلی خوبه. بی احتیاطی کن یک ثانیه که بی احتیاطی کنین این اتفاق میتونه که برای هر کس بفته. انشالله که شما در این راه مین در این مسیر مین همیشه کس احتیاط کن. و بازم تکرار منم دیگه منم فهمم که راننده ازی زنده است یا نه ولی بعد اتفاق افتاده. فرق نه که پشتون باشد، ازره باشد، تاجیک باشد، هر کس که باشد ولی این شرطه که باید آدم احتیاط کنه.
باشه احتیاط خوبه متاسفانه یعنی تا خدا خبر که چند نفر داخل ازی بوده ولی یعنی دو دانه موتر سر در سر خورده مایربگ هم شاید که هیچ کار ندیده سید اسد آقا چی گفتنی داره برای رانندهایی که هست که من بهتیاتیه دیگه بهتیاتیه نه؟ آه بهتیاتیه ولی ممکن داره که یا بدم تاش از جان قصدیست داشته بخی ولی معلوم نیه دیگه این موترها هم اینجا هسته ولی کست اینجا نیه دوستای نازنین دیگه خیلی بد اتفاق افتاد این دو دانه سه دانه که ما بدمی مسیر مایه نمیرخم چی را از چشم سر خوش منه که دو دانه سر در سر خورده و در راک ماین بسم الله در حرکت کن عجله نکن و آدم دیر برسه سیه برسه این رقم موتروان همیشه کسته باید خوش پره باشد و موتروانی که مسافر میره باید کسته خیلی 100% باید مطمئن باشه سر از خود که مسافر مبره سو سلامت در منزل چی میرسنه و اگر نه این رقم اتفاق بیفته برای هر کس باشد دیگه خیلی غمگین کننده و مسئولیت اصلی کسته راننده داره کسایی که لیسانس نداره تجربه کاری نداره اصلا اندمی راه نباید باید بخاطر از اینکه هم یک ثانیه میتونه که همه چیز را تمام کنه دیگه شما که در این مسیر مین عجله نکن انشالله که در پیش فامیل خو سو سلامت برسین این خوبه که اگر عجله کن اتفاق بیفته و همه عمر دیگه باقی دوستایش که ممنه دیگه قابل جبران نمیشه و دیگه لالیم هم کسته اینا راننده امین مسیره و چی گفتنی داره برای کسایی که در این مسیر مایه لالای جان؟ والله کسایی در این مسیر مایم دیگه انشالله که صحیح و سالم باید و صحیح و سالم پس بودن در مسیر برسن آره ده برای موتروان ها به حساب احتیاط کنن موتروان ها به حساب میشناسن در موتر سوار شدن کسایی که تجربه کاری ندارن اما یک سوال کنن حداقل مثلا همین آدم چند مدت میشه در این کار کردن لیسانس نداره چون چابش که است تقریبا شما مفهمید از اون جهت یکم داره احتیاط کنن بهتر است بله اون سعی کنیم حادثه دیگه رو نشده یعنی دیگه کاسته ای دور کاسته اتفاق افتاد ولی اگر از کدام از یا ویدیو آدم بگیره بخی مو از ویدیو گرفتو خستم شه از بست که چیه ای دور هم سینه زیده و دور هم سینه که زیده دیگه شما انشالله که از هر کجا که حرکت منین توکل خو به خدا کن و در راه احتیاط کن دیگه گفتنی خواست مو نداره دیگه انشالله که شما مسافرتی خوب کن منطقه چشمه آوگرم اینجا دیگه رسیدیم در منطقه چشمه آوگرم دیگه ای آوگرم لالای جان ای چرا آوگرم میگه چشمه اینجا هست همیشه آوش گرمه خب تابستان زمستان آوش گرمه دیگه چای مای کنی بخیم زنجی بای ببری دیگه نه چای خشک باید گرم است آوش بسیار گرمه خب گرم چوک است دیگه گرم است با خاطر چشمه آوگرم دیگه خب نامش هم تشته دیگه این لرگه که ما باید بریم اینجا داشتی خب این ما باید بریم مقور از مقور بریم جنده از جنده و دار بریم این راه خیلی نزدیکه خب تقریبا نیم ساعت شاید تفاوت داره نیم ساعت 45 دقیقه ممکن داره آره این دیگه مدار مختار ام زنجی این زنجی این زنج سربلا مورد کسایی که سن طرف داوود و زیرگ و سنگماشه هم زنجی مورد نه سنگماشه باز قربان رای مشکی مورد خب سنگماشه از زود دور بخی چطور میشه خب دیگه اینی منطقه بود که
کسایی که داوود بلنصر داوود زیرک این جایا که مجری ممکن داره. آره مجری اشکا این بیخی از این رای بلنه مگه دیگه حتما. آره رای لرگه مگه ولی ما این را تقریبا منزل خو 40-45 دقیقه دورتر منی از رای چی مری این رای چی میگه؟ جنده دیگه نامایش هم دیاد نمانده دیگه. شما امروز ما باشین ما شما را مبری طرفای جنده و مقور و او تبال میشی لشکرای موری و تای نازنین دیگه رسیدیم بخیر نزدیکای بازار مقور. این مقور پیش بار یک بازارک داره فکر کنم. دیگه اینجا هم در حالت کاره. دوستای نازنین دیگه از سرک پخته موجود داشتی دیگه. این حال موریسن طرفی شینکای میشه چیز خیلی میشه؟ شینکای میشه؟ رسنه و شینکای موری دیگه. سرک پخته رشته دیگه از خامه روان است دیگه. تو دیر شده از ایران هندی بگمونه؟ نه از ایران بشنه این مولی کجا مونه نمیشه هم هسته باشه نیش بودم میشه پیتا و خب بیان نیش بودم نمیشه بلدی اره بزرگ باشی نمیشه بلدی مثلا یادو نشت اره رای پیتا شما رای پیتا رای پیتا وزید از کجای چی رقمه ای؟ رای پیتا اونو رای جنده یا روز بین چیز ما شنکای ما موزی بغل چی موری آره پیتا آره طبیعی رای پیتا بود خیلی دوز داشت کس نمید نه؟ خیلی دوز داشت اگر موز رای پیتا موری ای در بجا گرد میشه باز دیگه؟ آردوشی؟ دبله خلای خشک دبله خلای خشک گرد میشه پشت جنده شنکای این در لشکرای نرسته؟ نه رسته ببینیش اون مغلا شنکای خب؟ بوده پشت شنکای سیه دوستای گل شما که از رای پیتا وندهشین اینال دیا چی میگه که موز کجا؟ مود رای پیتا گرد شده مو دیگه یالی رای پیتا رو مری دیگه خیلی کسا از این چی اندن خاطرات داره خاطراتی تلخ و شیرین داره دیگه این شما در پال شیرین چی بگیرین اون روزش دیگه در زادگاه کم کم نزدیک میشه دیگه. یه قصد خراب رام هست که اوه جای مستقیم هم نیه کیل خدا ما هم مینیمال تو دولی این منجی چرخ خورده استایی اسکوز از رای پیتاو گفتی؟ پیتاو زرای پیتاو انده دیگه یعنی اینجا اگه ستوفز ده سینگلت منگلت ده داشت خدای دیگه اینجا هم کسته کوچی هم هسته
دوستای نازنین و مهربان رسیدیم در چشمه آب باران دیگه. این خیلی خوب چشمه، چشمه شفا دهنده دیگه. و اینجا در نامه هر کس که مریض باشد یکو مریضی داشته شه، کمر دردی، سردردی، تمام چیز اینجا شفا دهنده دیگه. باش ما چشمه روش ننم ولی نامش رو شنیدم. دوستای عزیز دیگه در چشمه آب باران دیگه. باید که آب بخوری یارم میت اوه که از اولا بیش تو مریض بودم جور ترستم تو چه باویش نه. مایه کجای مایه؟ مایه چوکایه. کجایه؟ مایه؟ چوکایش هسته. دوستای عزیز دیگه در لب چشمه آبی بارانی. دختر کربلایی چطوره؟ آب چطوره؟ خوبشه یخ. می تو آوی دوش کردی؟ نه بابا. اوه بار اوله دیگه. اوه سنین چطوره؟ آب چطوره؟ خوبه؟ گنده یا؟ گنده. نی آب گنده. نه آب کافش خواه خواه. خواه گنده آب مزه داد؟ ها؟ سلام کن. بای بای کن. برد کن. دوستای نازنین دیگه بسیار خوبه و آب شفا دهنده یا. آیا ترامی تربوز سرودی نباشه من چنده؟ نره تو این اینجا دوستای نازنین دیگه راه جدا میشه از طرفی داموردم میتاندم بره. باز ما اینمی آورمو گفتم اینمی آورم جایه اشما اینجا است. خب اشما بلوم است. خب اینی چی؟ توی درنیا. اینجا تویه. توی اونویه. خب خوبه که باید پاس پوشی نخورده. آره. این نخواد با خرچنگ زیادی. اینمی چی مرمامو گفتم. نه شما بلویه. خب توی لشکره او. صحیح. این من توی لشکره نیاغنا. یا لشکرای رسیدی یا؟ دوستای عزیز دیگه لشکرای رسیدیم. دوستایی که از این راه کرد و میفهمه که در کجایه و این راهی داموردم از این چی جدام شد در طرف چپ و اینجا نامش هست لشکرای. آقای با شبیه نفتیم که تو کنیم مادر یعنی خانه با شبیه هست راست او از من کوئی بات خانه آقای باشی. پای برانه رسیده دیگه. اینجا همیشه وقت که مسافر میمد همیشه یک دور همینجا دور میزد. مرقم بود نه؟ باز از اینجا دو ده حرکت میکستن طرفی چی؟ کابل یا که قندار یا جاهای دیگه اگر مرافت. شما تا میشین برای زیارت؟ یک چک نه زیارت، یک زیارت دی 2 دقیقه‌ای.
دوستای عزیز دیگه ما رسیدیم در شای برانه و قسمی که شما میبینین وقت که اینجا بود باز امی موترها که سفر میکستن طرف قندار یا که غزنی یا جاهای دیگه مراد باز از این چی یک دوره میزد و یک سلامی میداد اینجا دیگه ما داخل نمورم بخاطر از اینکه اینجا مزاحم از کسان نشنم باز از بیرون از یک تصویر میگیرم برشیم باز اگر شما ممکن داره از این خاطرات داشته باشین و اینی شای برانه باز ما تصویر از داخل نمیگیرم به خاطر از اینکه مزاحم کس نشنم و سیاسی روی داخل دیگه ما هم زین از بیرون چی زیارت منم دیگه و اینی تصویر چیه بازی در نام شای بیرانه و یاد میشه دیگه همیشه اینجی مردم ها می زیارت نه و مسافرت مره سلام دوستای عزیز زنده باشی خوب بخیر یالت خوبه جان جوره زنده باشی دیگه دوستای نازنین دیگه ما در پیشی درسیم و یعنی داخل چیه فکر کنم که مردانه و زنانه جدا باشد دیگه اینه باش که ما یک زیارت کنم السلام علیکم دیگه دوستای نازنین از این ما خاطرات دارم از این چی که همیشه خورد بودم سفر میکردم و میمدم اینجا زیارت میکردم بعد از او حرکت میکردیم مرافتی سن طرف ایران پاکستان و کابل جاهای دیگه این شای بیرانه پالوی خانه با شبیب دیگه ما زیارت از طرف شما منم انشاءالله که هر حاجت داشته باشین برآوردش نه و بچه‌هاشیم طفلایشیم و در هیچ خانه مریض نباشد و هیچ کس منتظر نباشد انشاءالله که برای شما دعا منم کسایی که ویدیو رسای من از هر گوشه دنیا که این ویدیو رسای نه ما در شای بیرانه هستم دیگه جان خمینجی رسندم کامرمای ندارم خودیم دیگه قبول باشد انشاءالله را برای شما دعا بدم و انشاءالله که همیشه شما جور و صحتمند باشین دیگه این بود تصویر شای بیرانه همراه از ما باشین ما حرکت منیم سن طرف بازار انگوری دیگه فکر کنم که می بخش مردانه شمیج بود لالای مرخمه زنده باشید تشکر سکیستم خوب هستین حالچون خوبه دیگه دور شما نمارم و دورشی زنانه مزاحم کس نشنم دوستای عزیز رسیدیم دیگه چی رفتی آقا چی رفت اولاد را مو خالی موری پول قبرستانی و اینجا شما اگر شنیده باشین ماموری ساخت که میگفت و اینی زیارتگاهشه اینی همه چارخانه که جور کرده ای آنه باز یک روز من این مجلس اینچه تصویر میگیرم دیگه از دیگه چی داخل شدیم در بازار بودقل دیگه سرگم پخته اینه فوتبال بود ده
در بازار اوتپل. کسایی که از این خاطرات را ویدیو رسایی کن لذت ببرین. اگر قدر قارشم ولامات یک کومنت بدین در زیر شه بگین که ما از این خاطرات را برای از من خوب میشه که ما بفهمیم از کجا ما تصویر بال کنیم. یا 4-5 نفر از آمدن خب این شرفیه. دوستای عزیز رسیدیم در دکان در چی هم ده بازار انگوری و میخوایی میوه خشک بگیری. دیگه میوه خشک اگرش گرفتم بازم در سر از ما میگرم که خیر اضافه بود در خانه بل باشد. چرمخص کوتاه میشه دیگه نه سه و بازار انگوری دیگه ما بعد از چندین سال آمدیم بخی پیش چی مزه دیگر خود معلوم میشه. دوستای عزیز سر بازار رسیده در داخل فروشگاهی میخوای یک دانه موتر سیکنی باش که کلیچ بیره دیگه هر رقم موتر که شما خواستین اینجا هسته سر بازار دیگه فروشگاهش هم دیاد نیکی یا نامش چیسل بود فروشگاه آقا جان باش کلی را ورده این موتر سیاه یس دیگه موتر هم اتوماده نامشی پرادو گفته داخل چه هم کسته نه خوایی رنگه شرمش هم این کلان این تلویزیون دیگه والا در نروژ میرخم تلویزیون پیدا کنم یه سایت تو نه خیلی کشفش زیاد داره دیگه چوکی هاش هم چرمی دیگه لیدر سیت میگیره لیدر سیت لیدر سیت میگیره یه دیگه لیدر سیت میگه کافش سایکو فقط خانه آورید بلخانه آورید تمیزه خواهی سعی شد دیگه یه رو ما فهمیدم دیگه یه خواهی خوب شد که اتومات باشه نه؟ آره نه اتومات باید باشد اگر نه غیر اتومات اذیت ندم ره نه چون ما بین بازار میگشتی و لازم از استاد و دیگه خانگی کی آبی رجب از یاکم گفت اوه این فروشگاه این چی رو بخی بال کده این شلگرد بود اینجا چون که آبی رجب که مگفت دیگه این
عزیزای دل دیگه یه بازاری اشکه و ما رسیدیم در اشکه و خواستم که یک تصویر خورد از این بازار اشکم برای شما داشته باشم. کسایی که از این چی خاطرات داره بازار نرخم معلوم میشه. ای بابا بازار اشکه دیگه. خدا چیزی که نمانده نه؟ نه یکی خلاص. خاله سلام علیکم. چیمایشون روشن سیبیتی گشته است شما سیبیت خودم پیشلو آخر مو دیر کدی مو از وایشه اومده نه خیلی طول خورده نه مقصد پاس حرکت مو پاس حرکت دیگه درام خیلی اساسا آمده طول خورده الو سلام جان تجارو بخیر سلامتی. دوستای نازنین دیگه ما رسیدیم در محل جای دیگه. یه بود سفر از ما از کابل تا اینجا دیگه. ما بسیار خوشحال هستیم و دیگه تشکر از اینکه همراه بودین تا این لحظه را دیگه. الله یار نگهدار. ما رسیدیم خانه.